یا حسین این صدا شنیده با وجوده اسلامی ایران بهداشت نه آدم رهبری به نام کن سلام دفتر رهبری کن سلام علیکم دفتر مقام معظم رهبری جواب نامه میخوای؟ نه میخوام کیرمو بکنم تو کس ننه رهبر درزی؟ سلام حاج آقا درزی؟ حاج آقا عرض ادب خوبین شما؟ حاج آقا خراسانی شماره تلفن دادم. من تو بازار هستم، مشکل پولی داشتم. شما میتونین برای من اسکانت بدین یا از دوستانتون؟ چی؟ میگم شما میتونید اسکانت چیز کنین، من پول نیاز دارم. حاج آقا خراسانی تلفنتون رو دادم. من شما نمیشناسم یا خراسانی کی خواست؟ آها میتونیم قرار بذاریم من یه نهار دعوتتون کنم بیایم بازار؟ فعلا نه، وقت ندارم. حالا چند روز وقت. اگه خانم بودم وقت داشتی؟ مادر جنده خانمم بودی وقت نداشتم. گو خوردی تو به خاطر چی به آبجی من نگاه کردی؟ ببین مادری ازت میگم درزی درزای کون تو میگیرم. بی ناموس بی شرف رفتی مکه واسه من اومدی حاجی شدی، یک مادری ازت برای چی به آبجی من نگاه کردی؟ آبروتو ببرم پر زنت؟ آبروتو پر زنت ببرم؟ آبروتو پر زنت ببرم؟ بگم آبجی منو بگم ها من فیلم تو دارم من خواهر شهیدم. حالا شدم کسکش خواهر اون شهیدتم گاییدم، خواهر اون همه کسم گاییدم. خب بگو مادر سگ تو به خاطر چی خواهرمو کردی؟ حالا منو نمیشناسی حداقل بشناس بیشور. خدات قطعا پیدا باید ببینم کدوم کسکشی هستی تو. وایسادم الان زیر آنتنم. الان صدا هست؟ آره بگو ببینم کدوم تو برای چی با خواهر من ارتباط نامشروع داشتی؟ من چی میدونم خواهر تو کدوم گنده است اصلا؟ تو انقدر با ندیدی من الان 60 سالمه دیوز اصلا میدونی من جوونم، یعنی من 60 سالمه. خواهر تو باش کجا کس میده؟ 60 سالت باشه من 60 سالمه دیوز. بس زنتو کسی دیگه میکنه؟ که اون کجا 60 سالمه به در سوخته. من کجا با خواهر تو من اصلا دنبال این کاره هستم. فیلمتو دارم. وقتی نمیشتی چی گوی داری؟ فیلمتو دارم. اله فیلمتو دارم. تو کس همه اول آخرت خندیدی که فیلممو داری. خدا گواه به جان مادر جلدت اگر فیلمتو نیوردم پونک این شماره که من دارم، این شماره که میدم کس ببینیم چه بلایی سرت میارم. هیچ گویی نمیخوری. میدونم جا کشی، میدونم کس کشی، بسیجی هستی، میدونم کیرم تو کس ننه رهبرت، ننه جنده رهبر تو گاییدم. تو جوونای بالا داری شکنجه میدی بی شرف. ترسیدی؟